من یکتن از مالکین موترهای فاقد الاسناد هستم. آمدم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی. من دین روز آنلاین اپلای کردم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی. امروز امروز ما به تماس شدن که بیاین کارهایتان در پروسس است و به خاطر بایومتریک و گرفتن تذکره. بسیار راضی هستیم، بسیار با اخلاق خوب و با پروسس بسیار شفاف در اینجا امروز ما برخورد میکنم. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی ناحیه نهم شهر کابل که با طی مراحل و توزیع تذکره الکترونیکی به مالکین وسایط بدون اسناد یا یک کلید اختصاص داده شده جدیداً به فعالیت آغاز کرده. این مرکز تشکیلش 43 نفر می باشه که ظرفیت بایومتریک و طی مراحل اسناد در حدود 700 متقاضی را دارا می باشد. روند مراجعه و تقاضای مالکین وسایط یک کلید این مرکز بسیار کمرنگ بوده و همکاران ما در نبود مالکین وسایط بدون اسناد کار سایر هموطنان ما را اینجا طی مراحل کردند. اجرا و طی مراحل توزیع تذکره الکترونیکی به مالکین وسایط بدون اسناد در 34 ولایت و سایر مراکز که در شهر کابل است در اولویت قرار دارد. بعد از اینکه مالکین محترم وسایط بدون اسناد به مرکز مراجعه میکنن، حین شناسایی با اخذ معلومات بایومتریک و طی مراحل اسنادشان پرداخته میشه. بعد از اخذ معلومات بایومتریک و ارسال تذکره متقاضی به چاپخانه، یک رسید انفرادی که دارنده نمبر تذکره الکترونیکی شخص می باشه بعد از امضا برش داده میشه که برایت همون رسید انفرادی کار ثبت وسایطشان در ریاست محترم عمومی گمرکات و سایر ادارات زیربط طی مراحل میشه. زه خپل یو موټر کلی لرم، نو ماته داسې یو پارچه راکړې ده. مدیر صاحب د دې ادارې مدیر صاحب امضا کوي او زه ځمه د اداره ګمرک ته ځمه. د دې رسید په اساس ماته د ګمرک کوم طی مراحل چې دي وړاندې کیږي او انشاءالله چې دا خلکو ته زموږ افغانانو ته ټول ته ډېره ښه زمینه ده. ماشاءالله د دوی کوم اداره چې ده منیجمنټ چې ده او کوم د تذکرې الکترونیکي تذکرې تنظیم د ثبت نام چې دي ډېر په کم وخت کې په کم مدت کې ده. یک پروسه بسیار خوب بود، یعنی در وقت کم ما را اینجا خواستن و امروز اینجا ما بایومتریک شدیم در بسیار وقت کم. دیگه به ما یک ورق داد که ما او را میتونیم، یعنی قبل از اینکه ما کارت هویت الکترونیکی ما پرینت شود ما میتونیم که او را با گمرک ببریم. از طریق از اون فرمی که ما قبلا نمیدادن با تذکره کاغذی ما بسیار با آسانی میتونیم که او را نشان بدیم و او فرم به ما بدن. این مرکز در قدم نخست به وسایط یکیلی مالکین وسایط یکیلی اختصاص داده شده که هرچی زودتر به از آنها خدمات ارائه شود تا بتوانند که اسنادهای خود در ادارات دیگر به خوبی و به وقت سریعتر انجام بدهند و در لابلای از این ما میتوانیم که به تمام همشهریان خود در قسمت تذکره الکترونیکی خدمات ارائه کنیم. هیچ مشکلی ما نداریم، فقط مراجعه میکنم و ما کارشان تمام میگیریم در زودترین فرصت.